سلام بچه ها، چطورین؟ بچه امروز میخوام بهتون دوتا فعل کاربردی آموزش بدم که امیدوارم خوشتون بیاد. فعل شماره 1 اشتغایشل. اشتغایشل به معنی ناز کردن، نوازش کردن که تو حالت ساده پرزنس به این صورت صرف میشه. Ich streichle, du streichelst, oder sie es streichelt, wir streicheln, ihr streichelt, sie oder sie streicheln. Zum Beispiel, ich streichle meine Katze. من گربه‌ام را ناز میکنم که تو حالت پرفکت گذشته کامل از فعل کمکی haben به علاوه gestreichelt استفاده میکنیم. Zum Beispiel, ich habe die Katze gestreichelt. من گربه را ناز کرده ام. و فعل شماره 2 که میخوام بهتون آموزش بدم شنوغن. شنوغن به معنی خورخور کردن گربه هستش که فقط مخصوص گربه استفاده میشه که تو حالت پرزنس، حال ساده بدین صورت صرف میشه. Ich schnurre, du schnurrst, oder sie es schnurrt, wir schnurren, ihr schnurrt, sie oder sie schnurren. Zum Beispiel, die Katze schnurrt. گربه خورخور میکند که تو حالت پرفکت از فعل کمکی haben به علاوه geschnurrt استفاده میکنیم. Zum Beispiel, die Katze hat laut geschnurrt. گربه با صدای بلند خورخور کرده است. حالا میایم از این دوتا فعل توی یه جمله استفاده میکنیم. توی حالت ساده پرزنت zum Beispiel ich streichle meine Katze lange und sie schnurrt glücklich. من گربه‌ام را مدت زیادی ناز میکنم و او با خوشحالی خورخور میکند. و تو حالت گذشته کامل یا پرفکت بدین صورت zum Beispiel Ich habe meine Katze lange gestreichelt und sie hat glücklich geschnurrt. من گربه‌ام را مدت زیادی ناز کردم و او با خوشحالی خورخور کرد.